اداره آزیا پلیوس یکی از رسانه‌های پیشتاز تاجیکستان روز 17 ماه سال 2022 در یک اظهارات ویژه در مورد وضع ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت آزیا پلیوس مجبور است از نشر خبرهای مربوط به حوادثی که در ولایت مختار کوهستان بدخشان رخ می‌دهد خودداری کند. متاسفانه ما نمی‌توانیم این حوادث را به طور کامل انعکاس کنیم زیرا به ما خطر بسته شوی تهدید می‌کند. قبل از این آزیا پلیوس آگاهنامه رسمی پروکراتور گنرالی و آگاهی غیر رسمی از نهادهای دیگر را در مورد آن دریافت کرده بود که اداره ما حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان را یک جانبه انعکاس می‌کند و وضع کشور را ناآرام می‌سازد. به آزیا پلیوس دستور شده بود که کمبودی‌ها برطرف کرده شوند، در غیر صورت اداره ما را خطر بستن تهدید می‌کند. با در نظر گرفتن این دلیل اداره ما تصمیم گرفت از انعکاس و پوشش حوادث در ولایت مختار کوهستان بدخشان خودداری کند. از همه خوانندگان خود عذر می‌خواهیم. گفته می شود در اظهارات آزیا پلیوس وضع در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خورخ روزهای اخیر دیگر باره حساس شد. تظاهرگران شام 14 ماه در محله برخورخ گرد آمده استعفای رهبران شهر و ولایت، آزاد کردن بدخشانی‌های در رابطه با اعتراضهای ماه نوامبر سال 2021 دستگیر شده و به جوابگری کشیدن افراد گناهکار در قتل ساکنان بدخشان، برداشتن بلاک پست‌ها و قطع تعقیب زادگان پامیر را طلب کردند. شام 16 ماه در نتیجه زدوخوردها بین اعتراضگران و نیروهای امنیتی در خورخ یک جوان از محله شیرینشاه شاتمور یا گولکین کشته شده، دست کم 6 تن دیگر از تظاهرگران جراحت برداشتند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت شام 16 ماه در جریان حمله مسلحانه به بنای دادگاه ولایتی در شهر خورخ بر اثر ترکش نورینجک، معاون اول سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان، پلکاونیک میلیسیا مبارک شاهزاده غیرتشاه، کارمند شعبه اپراتیوی ریاست وزارت کارهای داخلی کاپیتان قبیشف شورت و کماندیر وزواد تعینات مخصوص قسم حربی 3503 وزارت کارهای داخلی لیتنانت کلان فیض‌الله زاده ابوبکر نیز جراحت برداشتند.